تست‌های ترجمه تو عربی معمولا معروفن به تست‌های زمانبر. یعنی تستایی که باید لغت بلد باشم یا قواعد رو بلد باشم میتونم سوالا جواب بدم. اما خیلی از مواقع و خیلی از تستاش با یه سری نکات ساده و پیش پا افتاده میشه راحت به جواب رسید. نمونهش این سوالی که الان با هم دیگه حل کنیم. یاد کن یه متن بلند 4 تا گزینه که اونها هم حجمشون زیاده. خب اگه من میخوام کلمه به کلمه بررسی کنم کلی از من زمان میبره. اما به یک نکته برخوردم. چه نکته؟ نکته علتی. اگر ویدیوهای قبلی رو دیده باشی این نکته رو یادت هست. چه نکته‌ای؟ گفته بودیم اگر یک کلمه ال داشته باشه بلا فاصله بعدش کلماتی مثل الذی، التی یا الذین بیاد، به اینا میگم موصول. اگر یه اسم الدار داشته باشه بعدش الذی، التی، الذین بیاد. در آن صورت اون الذی، اون کلمه که ال داره آخرش بعد یه بذاری، اون الذی التی رو به صورت که ترجمه کنی. یعنی من باید یه دونه ای که تو ترجمه داشته باشن. ای که. خب ببینیم من اینجا چی دارم؟ یه اسم الدار بعدش التی. تو گزینه یک تربیتی دارم ولی بعدش که نیومد، پس گزینه یک رد میشه. توی گزینه دو ای رو دارم بعدش هم کی اومده، همین جواب درستمونه. توی سه ای دارم بعدش که نیومد، بعد اینجا ای دارم بعدش که نیومد، پس 3 و 4 هم نمیتونستم به جواب برسم و جواب میشه گزینه دو. و خیلی از مواقع در تکمیل حرفم با نکات ساده‌ای میشه سوال سخت و زد. برای اینکه بتونید نکات خوب درک کنید نیازه که ویدیوهای زیادی ببینید، تست‌های زیادی کار کنید که همه‌شو هم تو کانال یوتیوب، هم تو کانال آپارات و هم تو پیج اینستاگرامی قرار میدیم. آدرس هر سه تاشون هم جعفری نقطه عربیاته. من جاد باشم ویدیو رو از دست نمیدم.